مسئولان محلی پنجشیر از آغاز کمپاین نهالشانی در این ولایت خبر می دهند. به گفته مسئولان این ولایت قرار است در سال جاری 30,000 اصل نهال مثمر و غیر مثمر در بخش‌های مختلف پنجشیر غرس شود. مسئولان ریاست محیط زیست پنجشیر می گویند که هدف از راه اندازی این کمپاین سرسبزی، جلوگیری از آلودگی هوا و فراهمسازی بستر مناسب برای گسترش فضای سبز در این ولایت است. ان شاء الله که اگر ما زنده بودیم دیگه بودیم بلک ها نهالی جلغوزه میاریم تا که از این کوه ها استفاده شود و برای اقتصاد مردم و برای سبزی و با صفایی محیط ما شما یک بسیار کار کلان است. ان شاء الله ایره آینده میبینیم که چه نتیجه میده. ریاست زراعت امام الحمدلله فارمی که داره 5,000 نهالی مثمر و غیر مثمر ان شاء الله اونها هم توزیع میکنه، مؤسسات هم در عرصه همکاری میکنه. امسال ما برنامه داریم بخیر بیش از 30,000 اصل نهال در سطح ولایت پنجشیر در هر 7 ولسوالی با مردم شریف ولایت پنجشیر، ادارات اماراتی، مؤسسات در مجموع بیش از 30,000 اصل نهال ما غرس میکنیم و خوشبختانه یک طور آزمایشی امسال ما 2,000 اصل نهال جلغوزه را آوردیم که طور آزمایشی در 7 ولسوالی غرسش بکنیم. همزمان با این مسئولان ریاست زراعت پنجشیر میگویند که قرار است برای نخستین بار 2,000 اصل نهال جلغوزه به گونه آزمایشی در این ولایت غرس شود. آنان تاکید میکنند که در صورت نتیجه مثبت در سالهای آینده سطح غرس نهال جلغوزه را در پنجشیر افزایش خواهند داد. نهال مثمر هم است، غیر مثمر هم است و تخم بذر مستقیم هم است. البته نهال ناجو است، مرپان است، بید روسی، شنگ است، پشخانه است، نهال گیلاس است، زردآلوز، بعض نهالای دیگه است و در فرمی که فعلا موجود ما داریم نهال پشخانه و بید روسی و چارمغز است، حرر است در داخل خود فرم است که امسال خوشبختانه به مکاتب، مدارس، به مساجد به طور رایگان توزیع می شود. با گفته مسئولان پنجشیر غرس نهالهای مثمر و غیر مثمر طی 4 سال گذشته در این ولایت نتیجه مثبت داده و در سال گذشته حاصلات میوه گیلاس در این ولایت افزایش چشمگیری داشته و حتی میوه گیلاس پنجشیر به کشورهای خارجی نیز صادر شده است.